سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام تمام تکنیک هایی که برای تسک true false not given و yes no not given به اون نیاز دارین تا سوال هاشو توی آزمون آیلتس درست جواب بدین رو بهتون بگم. با این تکنیک هایی که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم دیگه اگه شما مشکل لغت و سینونیم نداشته باشین همه سوالات true false not given یا yes no not given رو میتونین به درستی جواب بدین. اول از همه یکی از تکنیک های مهم این سوال رو بهتون بگم. بچه‌ها متاسفانه یا خوشبختانه باید بهتون بگم که آزمون ریدینگ آیلتس یه تست لغته. یعنی شما هر چقدر هم تکنیک برای سوالهای مختلف ریدینگ آیلتس بلد باشین اما لغت بلد نباشین، سینونیم بلد نباشین، نمیتونین به سوالها جواب بدین. پس تکنیک اول برای اینکه خودتون رو برای آزمون ریدینگ آیلتس آماده بکنین اینه که شما برین لغت یاد بگیرین، سینونیم یاد بگیرین. تا زمانی که شما لغت و سینونیم بلد نباشین نمیتونین به سوالها جواب بدین. زمانی که لغت یاد گرفتین اون موقع است که باید بگردین دنبال سینونیم ها، باید بگردین دنبال پرافریز شده ها تا بتونین به سوالها جواب بدین و تکنیک ها رو یاد بگیرین. با فرض اینکه شما دارین لغت یاد میگیرین میایم تکنیک ها رو شروع میکنیم. اولین تکنیکی که برای سوالهای true false not given یا yes no not given وجود داره اینه که اول سوال رو درک بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بفهمیم سوال از ما چی میخواد. اول از همه بهتون بگم من true false not given و yes no not given رو میخوام از روی کتاب آیلتس مکسیمایزر آقای معمارزاده بهتون یاد بدم. این صفحه‌ای که جلوتون میبینین صفحه 92 از آیلتس مکسیمایزر آقای معمارزاده هستش. کتاب خیلی خوبیه برای ریدینگ، اگه میتونید تهیه‌اش بکنین. الان اگر دارین صفحه 92 این کتاب رو بیارین با همدیگه بخونیم. تیپ یکو چی گفته؟ گفته identifying information. یعنی چی؟ یعنی اول بفهمین سوال چی گفته. True false not given questions focus on facts in the text. یعنی چی؟ یعنی این سوال ها بر اساس متنی که به شما داده میشه باید پاسخ داده بشن. حالا این کادر زیر رو نگاه بکنید. گفته do the following statements agree with the information given in the reading passage. True if the statement agrees with the information. False if the statement contradicts with the information not given if there is no information on this. یعنی چی؟ یعنی به شما یه پسیج داده میشه، زیرش چند تا سوال بهتون داده میشه و این کادر بهتون میگه اگه این سوال دقیقاً توی متن اومده شما باید بزنید true. اگه این سوال برعکسش توی متن اومده شما باید بزنید false و اگه هیچ گونه اطلاعاتی راجع به این سوال توی متن به شما داده نشده شما باید بزنید not given. حالا یعنی چی؟ ببینید زمانی که پسیج به شما داده میشه و تسک true false not given هم زیرش چند تا سوال به شما داده میشه اول از همه شما باید بدونید تسک true false not given یه تسک لوکاله. یعنی چی؟ یعنی جوابهای این سوال توی متن به ترتیب و پشت سر هم اومده. یعنی جواب سوال 2 بعد از سوال 1، جواب سوال 3 بعد از جواب سوال 2 و جواب سوال 4 بعد از جواب سوال 3. خب این چه کمکی به ما میکنه؟ این به ما کمک میکنه که اگه جواب یکی از سوالها رو میس کردیم متوجه بشیم که دقیقاً باید کجا دنبالش بگردیم. مثلا اگر سوال 4 جوابش رو پیدا نکردیم بریم جواب سوال 3 و 5 رو پیدا بکنیم، دیگه مطمئنیم جواب سوال 4 بین جواب سوال 3 و 5. این کمک رو داره به ما میکنه. یه اشتباهی که بچه‌ها میکنن اینه که وقتی بهشون میگی تسک true false not given یا yes no not given
جوابهاش این اوردر و لوکاله فکر میکنن فقط باید توی یک پاراگراف دنبال جوابها بگردن. این به این معنی نیست که جواب همه سوالها توی یک پاراگرافه، به این معنیه که جوابها پشت سر همه. حالا ممکنه توی یک پاراگراف باشه جوابها، ممکنه توی 2 تا پاراگراف باشه، ممکنه توی سراسر متن پخش شده باشه. مهم اینه که جوابها به ترتیب و پشت سر هم توی متن اومده. حالا بریم ببینیم true false not given چه فرقی با yes no not given داره. true false not given بر اساس حقایقی که توی متن اومده ما باید بهش جواب بدیم. اما yes no not given بر اساس نظر و آیدیای نویسنده است. یعنی شما وقتی پسیج رو میخونی نباید بر اساس اون چیزی که پسیج گفته yes no not given رو جواب بدی. باید بگردی ببینی در مورد اون سوال نویسنده چه نظری داره. نویسنده نظر خودش رو بیان کرده، توی متنم یه چیزی آورده. شما باید بگردی ببینی در مورد اون سوال نویسنده چه نظری داره، بر اساس اپینین و آیدیای اون رایتر، اون نویسنده به سوال جواب بدیم. اگه اون سوال بری توی متن نگاه کنین در مورد نویسنده در موردش نظر مثبت داده باشه یعنی یسه، اگه برخلافش صحبت کرده باشه نظر نویسنده یعنی نوه، اگه هم هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداشته باشه یعنی نات گیونه. خب حالا بیام پایین تر بخونیم ببینیم اینجا چی گفته. تیپ 3 رو نگاه کنید، میگه read the instructions carefully and make sure whether it is a true false not given or yes no not given task. میگه توی آزمون آیلتس شما دقت کن ببین تسکی که بهت داده true false not given یا yes no not given. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا از بچه‌ها دقت نمی‌کنن سوال yes no not given اینا اشتباهاً میرن true false not given جواب میدن. حتی اگر جواب رو درست داده باشی ولی به جای no توی پاسخنامه نوشته باشی false، اون سوال نمرش رو از دست دادی. چون شما باید دقت کنی اگر yes no not given دقیقاً با yes no not given جواب بدی، اگر true false not given دقیقاً با true false not given جواب بدی، نه اینکه اگر true false not given اشتباهاً بیای به جاش بزنی yes، یا اگر قراره yes بنویسی اشتباهاً به جاش بزنی true. حتی اگر درست هم جواب داده باشی اون سوال رو از دست دادی. پس نکته اول، تکنیک اول برای جواب دادن به سوال‌های true false not given و yes no not given اینه که ما اول شناسایی کنیم ببینیم چه نوع تسکی داریم و درست بهش جواب بدیم. نکته دوم چیه؟ تیپ 4 نگاه کنید، میگه try to give an answer for all the questions. Make sure you leave no blanks. There is no negative marking for incorrect answers. The probability for choosing the right answer is 1/3. میگه که بچه‌ها چون سوال‌های آیلتس نمره منفی ندارن شما هیچ سوالی رو خالی رها نکنید و حتما یه جوابی بهش بدین، مخصوصا true false not given ها که راحت تر میشه شانسی جواب داد. حالا بیایم پایین ببینیم چی گفته. تیپ 5 رو نگاه کنید، میگه if you are really running out of time leave all true yes false no not given not given until the end because in the worst case scenario you can answer these questions by chance. یعنی چی؟ میگه اگه زمانتون داره تموم میشه توی آزمون آیلتس بیاین این سوالای true false not given و yes no not given رو بذارین آخر سر جواب بدین، چون حتی اگر زمانم تموم بشه و شما تایمی هم نداشته باشین باز میتونین اینا رو شانسی جواب بدین، چون شانس جواب دادن به سوالهای درست توی اینا 1/3. پس شما اگر زمان نداری سوال true false not given رو بذار آخر همه جواب بده. تیپ 6 چی میگه؟ میگه there will be at least one of all three answers. If you don't have at least one true or yes false no not given you have at least one answer wrong. یعنی چی؟ ببینید بچه‌ها مثلا توی آزمون آیلتس میاد 3 تا سوال به شما میده میگه با true false not given جواب بده. بچه‌ها وقتی که 3 تا سوال به شما داده حتما یکیش تروه
حتما یکیش فالسه و حتما یکیش نات گیونه. نمیشه 2 تا ترو داشته باشی یه فالس و نات گیون نداشته باشی. نمیشه 2 تا فالس داشته باشی ترو نداشته باشی. نمیشه مثلا 2 تا ترو داشته باشی یه فالس نات گیون نداشته باشی. اگه 3 تا به شما داده حتما یکیش تروه، حتما یکیش فالسه، حتما یکیش نات گیون. اگر دیدی 2 تا ترو شده، 3 تا سوال داری 2 تا ترو شده یکی فالس نات گیون نداری، مطمئن باشی که اشتباه جواب دادی. نه اینکه حتما بگم توی آزمون آیلتس 3 تا سوال میاد، ممکنه 5 تا ترو فالس نات گیون بیاد، ولی به هر حال شما انواع ترو فالس و نات گیون رو توی جوابات باید داشته باشی. پس از این طریق هم میتونی بفهمی که اگر مثلا توی 5 تا سوال هیچ نات گیونی نداشتی، پس یه جای کارت داری میلنگه و چند تا سوال اشتباه جواب دادی. اینم یه تکنیک دیگه برای جواب دادن به سوالهای true false not given. تیپ 7 رو نگاه کنید. میگه find relevant sections by spotting locators in the passage, identifying the synonyms or paraphrases of the keywords, understanding the main idea theme of each paragraph. یعنی چی؟ یعنی شما باید کیوردهای سوالت رو پیدا بکنی، دورش خط بکشی، بری توی متنت سینونیم اون کیوردها رو پیدا کنی یا پرافریز شده اون کیوردها رو پیدا بکنی و در نهایت مفهوم و مین آیدیای هر پاراگرافی رو بفهمی و این تا زمانی که شما لغت بلد نباشی نمیتونی مفهوم و مین آیدیای یه پاراگراف رو بفهمی. اینم یه تکنیک دیگه از true false not given که شما کیورد پیدا بکنی، سینونیم توی متنت پیدا بکنی، پرافریز شده رو پیدا بکنی و آیدیا و اون مفهوم اصلی پاراگرافت رو بفهمی. تیپ 8 رو نگاه کنید. میگه the questions almost always follow the order in which the relevant points mentioned in the text. If you can't find answer 16, you know it must be somewhere between 15 and 17. همون چیزی که بهتون گفتم جواب سوال ها این اوردره. اینجا هم گفته اگه جواب سوال 15 رو پیدا نمی‌کنی مطمئن، جواب سوال 16 رو پیدا نمی‌کنی مطمئن باش یه جایی بین 15 و 17، چون جواب ها توی تسک true false not given و yes no not given این اوردر و به ترتیبه. تیپ 9 رو بخونیم. میگه place the task across the passage, restrict the answer area. The search area is between the first and last question. دقیقا همون این اوردر رو داره میگه. میگه مثلا جواب سوال 1 اینجا باشه، جواب سوال 5 اینجا باشه، جواب سوال های 2 3 و 4 بین ایناست. خب تیپ 10. The answers of true false not given and yes no not given may be grouped together in one part of the passage or spread across the passage. یعنی چی؟ یعنی همونی که بهتون گفتم. میگه جواب ها ممکنه توی یه پاراگراف باشه، ممکنه پخش باشه توی سراسر متن. پس فکر نکنید حتما یه جا باید دنبالش بگردید، ممکنه توی سراسر متن پخش باشه جوابای سوالاتون. تیپ 11 میگه it is necessary to identify the keywords in each sentence. میگه ضروریه که کیورد ها رو در هر جمله تشخیص بدی. Using these words help you locate the information needed for a task. میگه که کمک میکنه به شما که پیدا بکنی که اون اطلاعات ضروری که برای جواب دادن به اون نوع تسک بهش احتیاج داری. تیپ 12 میگه you are unlikely to find exactly the same phrases or words used in the passage. Prepare to look for similar words or expressions to those keywords. میگه که این خیلی احتمالش کمه که شما دقیقاً کیورد هایی که توی سوالت اومده توی متنت هم ببینی. شما باید دنبال سینونیم هاش بگردی، دنبال پرافریز شده هاش بگردی و مفهوم و مین آیدیای اون پاراگراف رو متوجه بشی که بتونی به اون سوال درست جواب بدی. این که دقیقاً به دنبال اون کلمه بگردی کار اشتباهیه، چون احتمالش خیلی کمه که توی متن اون کلمه تکرار شده باشه. خب بچه تمام تیپ ها و تکنیک ها و ترفندها رو بهتون گفتم. بریم چند تا نمونه انجام بدیم تا بهتر بفهمیم چجوری باید به این نوع تسک جواب بدیم. اگزامپل یکش رو نگاه کنین. میگه که متن چیه؟ As a roller coaster puts the body through weightlessness,
high gravitational forces and acceleration, the brain struggles to make sense of conflicting and changing signals from the senses. ببینید بچه چقدر کلمه جدید و سطح بالا داره. تا معنی کلمات رو ندونی نمیتونی سوال جواب بدی. معنیش کنیم. رولر کوستر یعنی ترن هوایی. weightlessness یعنی بیوزنی. gravitational forces یعنی نیروهای گرانشی. acceleration یعنی سرعت، یعنی شتاب. struggle یعنی تلاش میکنه، مبارزه میکنه، تقلا میکنه. make sense یعنی understand یعنی فهمیدن. conflicting یعنی اون تضاد، اون برخورد. changing یعنی اون تغییر سیگنال ها. خب چی میگه؟ میگه که اون ترن هوایی بدن شما رو توی یه weightlessness، یه بیوزنی و یک gravitational forces و acceleration یعنی یه سرعت بالا و نیروهای گرانشی بالا قرار میده بدنتون رو که brain مغز تلاش میکنه، کوشش میکنه make sense کنه، یعنی بفهمه چیا رو، اون سیگنال هایی رو که از حواس مختلف میان که تضاد دارن، اون سیگنال های تضاد و متغیر رو بفهمه. حالا بریم ببینیم سوال چی گفته. میگه the brain has difficulty understanding the messages sent from the senses during roller coaster rides. brain که توی همین متنمونم brain اومده، عین همینه. has difficulty میگه مشکل داره. اینجا گفتیم brain struggle میکنه، یعنی تلاش میکنه که بفهمه. پس مشکل داره که تلاش میکنه بفهمه. پس این difficulty سینونیم struggle، تلاش میکنه، تقلا میکنه که بفهمه. understanding یعنی فهمیدن. اینجا چی داشتیم؟ سینونیمش رو داشتیم make sense سینونیم understanding. ببینید understanding رو توی پسیج نیاورده، سینونیمش رو آورده. understanding سینونیمش میشه make sense. messages signals سینونیم messages اینجا میشه signals. sent from senses رو داریم during roller coaster rides. خب چی گفته؟ میگه مغز تلاش میکنه بفهمه اون پیام هایی رو که از حواس مختلف به ما ارسال شده در طول اینکه سوار اون رولر کوستر یا ترن هوایی هستیم. خب دقیقاً این خط همین رو گفته من brain struggle تلاش میکنه که make sense کنه، بفهمه اون سیگنال هایی رو که از حواس مختلف ما میان که تضاد و متغیر هستن رو بفهمه. خب دقیقاً داره اینو میگه. پس جواب این سوال تروه. ببینید بچه‌ها اگه سینونیم بلد باشین راحت میتونین جواب بدین. خب حالا بریم نگاه کنیم یه فالسی هم بهتون بگم چی. اینجا اگزمپل 9 رو نگاه کنید. میگه prices have risen sharply over the last few months. میگه که قیمت ها خیلی با شدت بالا رفتن در طول چند ماه گذشته. سوال چی میگه؟ میگه over the last few months prices have increased minimally. ببینید بچه‌ها زمانی که یه سوال رو میخونی باید روی تک تک کلماتش دقت کنی. الان over the last few months دقیقا توی سوال اومده. خب این به جای خود. prices هم اومده have increased. اینجا گفته have risen. خب فرقی نمیکنه. increased یعنی افزایش، reason هم یعنی افزایش. خب سینونیمش اومده. خب این گفته sharply یعنی خیلی با شدت بالا رفته. این گفته minimally یعنی کم کم بالا رفته. ببینید یعنی دقیقاً برعکسش رو داره میگه. با یک کلمه کل متن همونه اما با یک کلمه داره اون متن رو برعکس میکنه. اینجا گفته minimally، اینجا گفته sharply. خب وقتی که question دقیقاً برعکس متنه خب جواب میشه false دیگه. پس توی نکته‌ای که توی این سوال بود این که شما باید به تک تک کلمات دقت کنید. حتی اینجا میبینید یک کلمه مفهوم متن رو کاملا برعکس کرده. خب اینم از فالس. بریم یه not given هم پیدا بکنیم که بهتون بگم not given چجوریه. بیایم پایین تر یه not given ببینیم که بدونیم چه زمانی جواب سوالمون not given میشه. اینجا باید یه not given پیدا اگزامپل 27 رو نگاه بکنید. گفته نیوتن
believed that for every action there is an equal and opposite reaction. میگه نیوتن معتقد بود که برای هر اکشنی یه ریاکشنی وجود داره. حالا سوال چیه؟ میگه نیوتن believed that action and reaction are created by force. بچه‌ها اصلا در مورد اینکه اکشن و ریاکشن چجوری ساخته میشن توضیحی به ما نداده، فقط گفته اکشن و هر اکشنی یه ریاکشن متضاد داره دیگه، یه ریاکشنی اپوزیت داره. ولی این گفته نیوتن معتقد بود که اکشن و ریاکشن توسط فورس نیروها ساخته میشن، توسط زور ساخته میشن. اصلا این نات گیونه. چرا؟ چون در مورد این اطلاعاتی به ما داده نشده. پس نگاه کنید، پس فکر نکنید توی سوال اگه کلمه اکشن و ریاکشن اومده، توی پسیج هم اکشن و ریاکشن اومده، پس این یه ربطی بهش داده در موردش صحبت کرده. نه، در موردش صحبت کرده ولی یه چیز دیگه گفته. پس ما باید بگیم که چون اطلاعاتی در مورد این به ما داده نشده که اکشن و ریاکشن چجوری ساخته میشن، چجوری تولید میشن، پس جواب سوال ما میشه not given. خب بچه‌ها، تمام تکنیک ها و ترفندهایی که برای سوالای true false not given و yes no not given وجود داشت و توی این ویدیو براتون توضیح دادم و بهتونم گفتم تا زمانی که شما لغت بلد نباشین، سینونیم بلد نباشین، عبارات پرافریز شده رو پیدا نکنین توی پسیجتون، نمیتونین به سوال ها جواب بدین. پس نکته، تکنیک و ترفند اول برای موفق شدن توی آزمون ریدینگ آیلتس اینه که شما لغت بلد باشین. پس اول برین لغت ها رو یاد بگیرین و بعد بیاین دنبال یاد گرفتن تکنیک ها. اگر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین، پیج اینستاگرام رو هم فالو بکنین و با من در ارتباط باشین.